ترفندهای آیفون پارت 1. این قسمت مخربترین عوامل باتری آیفون. از توی هوم اسکرین وارد ستینگز میشیم. قسمت اول وای فای رو انتخاب میکنیم. چه وای فای و چه بلوتوث در حالت عادی آن هستش. حتی اگر از توی کنترل سنتر همونو آف بکنیم باز هم توی تنظیمات روشن هستش. پس از توی تنظیماتون آف میکنیم. همین کار رو برای بلوتوث انجام میدیم. قسمت بعد VPN هستش. مخربترین عامل باتری آیفون VPN هست که اونو وقتی بهش نیازی نداریم آفش میکنیم. قسمت بعد ساوند. ویبره چه در حالت سایلنت و چه در حالت صدا میتونیم اونو آن و آفش کنیم. بعضیا مثل من میخوان که تو حالت سایلنت گوشیشون ویبره بخوره، برای همین ویبره تو حالت سایلنت رو روشن میکنم. بخش بعدم اسکرین تایم هستش. اسکرین تایم اونم مصرف باتری زیادی داره و اگر که بهش نیازی ندارین اونم رو از داخل تنظیمات آفش کنید. حالا سواب میکنیم پایین و جنرال رو انتخاب میکنیم و بک‌گراند اپ رفرش. بک‌گراند اپ رفرش در حالت عادی آن هست و باید اونو آف کنیم. چرا؟ چون مصرف باتری بسیار زیادی داره و به برنامه ها این اجازه رو میده که وقتی شما باهاشون کاری ندارین اونا خودشونو به فارسی میشه تازه سازی کنن اینطور حالتی و باتری زیادی میکشه و برای همین میگم اونو آفش کنید. قسمت بعد صفحه نمایش و روشنایی هستش. چه در حالت لایت و چه در حالت دارک هر کدوم که مورد علاقتونه رو بذارید. اما حالت دارک برای باتری خیلی بهتر هستش. قسمت بعد اتولاک هستش که روش کلیک میکنی و اونو بزنی روی 30 ثانیه. سواب میکنی پایین سیری. قسمت اول اونو آف کنین. چرا؟ چون وقتی آن باشه میکروفون گوشی شما 24 ساعته روشن هستش و همین باتری زیادی رو مصرف میکنه. یکم پایین تر باتری لو پاور مود رو روشن کنید. چرا؟ چون که مصرف باتریتون رو بهینه میکنه و بیشتر میتونید از باتریتون استفاده کنید. باتری هلز الان ماکسیموم باتری من 100% هستش، اما اگر زیر 75% بیاد باید اونو تعویض بکنم. چرا؟ چون که زیر 75% باتری باد میکنه و